بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان گرامی، با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه محضر شما عزیزان و ارجمندان و بزرگواران هستیم. امیدواریم که شما عزیزان از نعمت صحت و عافیت برخوردار بوده باشید و تا آخرین لحظات این برنامه با ما همراه و همگام بوده باشید. با اجازه شما عزیزان خدمت جناب استاد گرامی استاد عبدالرحمن فاتح نیز عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما قرار دارم. سلامت باشین استاد محترم. خب بینندگان عزیز و گرامی، چنانه که خدمتتان عرض شد با برنامه جدیدی از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه انشاءالله پیرامون تاریخ نصرانیت و زندگی نامه حضرت عیسی مسیح علیه السلام از خلال اناجیل چهارگانه و همچنین اینکه عیسی علیه السلام به سوی بنی اسرائیل را به سوی چه تشریع دعوت می کرد صحبت خواهیم کرد. اما اجازه بدید که آنچه که در برنامه گذشته پیرامون آن صحبت شد و صورت گذرا با آن اشاره کنم. خب در برنامه گذشته ما به معرفی عیسی علیه السلام از خلال آیات قرآن کریم و اناجیل چهارگانه پرداختیم و گفتیم که اگر به اناجیل چهارگانه نگاه بیاندازیم، آنچه که در قرآن با آن تصریح شده بدون لبس در اناجیل چهارگانه نیز به آن اشارات شده که اولین فقره یا اولین نقطه‌ای که درباره معرفی عیسی علیه السلام با آن اشاره کردیم بشر بودن حضرت عیسی علیه السلام است. گفتیم عیسی علیه السلام از مادرش مریم تولد شد و آنچه که بر دیگر انبیا علیه السلام به عنوان بشر منطبق میشه در حق عیسی علیه السلام نیز صدق میکنه، چون ایشان بر ایشان بحث وجود بعد از عدم و همچنین خورد و نوش و خواب و خستگی و مرگ مانند سایر بشر اتفاق میفته و این مبحث البته در اناجیل چهارگانه به وفور در ارتباط به آن صحبت شده و بحث بعدیش بحث پیامبر بودن عیسی علیه السلام است که از خلال آیه 75 سوره مائده آن را توضیح دادیم و همچنین گفتیم که به انجیل متی و لوقا و یوحنا میشه نصرانی هایی که برنامه را میبینن مراجعه کنند به مثلا باب 10 فقره 40 انجیل متی و باب 4 فقره 43 انجیل لوقا و همچنین باب 4 فقره 34 انجیل یوحنا. و به همین ترتیب گفتیم عیسی علیه السلام تنها به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده است و این موضوع را از خلال انجیل متی
باب 15 آیه یا فقره 24 ثابت کردیم و گفتیم که به مثال معروف جناب استاد عبدالرحمن فاتح اشاره کردن که زن کنعانی از عیسی علیه السلام خواهان شفای دختر دیوانه شد و عیسی علیه السلام، مسیح علیه السلام یا عیسی علیه السلام با وی گفت که من فرستاده نشدم مگر به سوی گوسفندان گم شده خانواده بنی اسرائیل، که میشه در این ارتباط به انجیل متی باب 10 و فقره 5 مراجعه کنین. و همچنین بحث این که عیسی علیه السلام متبع و مکمل شریعت موسی علیه السلام هستند، میشه دوستان به انجیل متی باب 5 و فقره 17 مراجعه کنند و اینکه عیسی علیه السلام مردم را به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت میکرد. میتوانند باز هم در این مبحث به انجیل متی باب 5 فقره 10 و انجیل مرقس باب 12 آیه 29 و فقرات دیگری که هم شاید اگر ذکر کنیم برنامه به طول بکشه اشاره شد. و همچنین گفتیم بحث این که عیسی علیه السلام بنی اسرائیل را به توبه و رجوع به سوی الله دعوت کرد و در این خصوص نیز به باب 9 آیه 13 یا فقره 13 انجیل متی و باب 1 فقره 14 انجیل مرقس اشارات داشتیم. خب برمیگردیم به این برنامه و مبحث این جلسه از جلسات برنامه بازسازی اندیشه که پیرامون تاریخ نصرانیت است. جناب استاد گرامی استاد عبدالرحمن فاتح، البته همه میدانیم که عموما در بحث بیان تاریخ و تبیین تاریخ اتکا به نصوص میشه، به روایات محفوظ میشه و در منابع و مصادر نصرانیت میبینیم که یک انقطاع وجود داره، به خصوص بعد از اینکه عیسی علیه السلام و سوی آسمان ها برده شده از سوی الله تعالی تا نیمه قرن دوم یک انقطاع کلی هست. با این وجود چگونه ما میتونیم که از نصرانیت یک تاریخچه حسابی ارائه بکنیم؟ جناب استاد، بدون شک اولا اجازه بدین که یک مقدمه کوتاه شروع بکنم. یکی از امتیازاتی که اسلام عزیز داره اینه که مسئله سند یا مسئله اتصال سند هست و یک امتیازی که امت اسلامی از آن برخوردار می باشند و حتی از میان فرق که در میان مسلمان ها وجود داره اهل سنت و جماعت با این امتیاز و خصوصیت برخوردار هستند که بقیه از این امتیاز برخوردار نبوده و نیستن یا از اهل سنت آن را دزدیدن و نصارا هم از این قاعده مستثنا نیستن. اگر ما خواسته باشین حتی آنچه که اینها در کتابشان به نام کتاب مقدس یا اناجیل چهارگانه یا ملحقات اناجیل چهارگانه مسائل را مطرح کردن خواسته باشین پیرامون اسناد آنها صحبت بکنیم، هیچ نوع اتصال در میان آنها نمیبینیم و در تاریخ آنها هم همچنین. و چنانچه شما اشاره کردین مشکله که یک انسان بتانه پیرامون یک چیزی صحبت کنه که وجود نداره، پیرامون یک چیزی صحبت بکنه که از آن مطمئن نیست. به هر صورت علمای نصرانی خودشان هم به این موضوع ماندند. حتی در بحث عیسی علیه السلام هم وقتی که ما در کتاب مقدس مراجعه میکنیم یا اناجیل چهارگانه مراجعه میکنیم یک دورانهایی داریم که یعنی مشخص نیست، معلوم نیست در آن. حتی در کتاب مقدس در اناجیل چهارگانه وقتی مراجعه میشه زندگی درستی از عیسی علیه السلام برای جامعه نمیتونه تقدیم بکنه، مثل که برخلاف اون ما مثلا وقتی در اسلام میبینین زندگانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پیامبر ما به صورت تفصیل به آن پرداخته شده، به تفصیل بسیار زیاد و یعنی جزئیات هم در زندگانی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم با اسناد، نه اینکه بدون سند باشه. چون ما داریم کتبی که در باب سیرت رسول الله علیه السلام نوشته شده و مسنده، یعنی اینکه سند آنها هم نقل شده و سند آنها هم وجود داره. اگرچه آنچه امروز در دسترس مردم به زبانهای فارسی برخی از کتب هست، اینها سند حذف شده به خاطر اینکه مردم بتوانن به آن درست رسیدگی بکنن، ولی حقیقتا آنها با سند رسیده و بدون سند نیست و تا به امروز هم به سند آن کتابها نقل میشه و آن کتابها دست به دست یکی به یکی دیگه میرسه و از یک فرد به فرد دیگه منتقل میشه و به همین صورت.
ولی ما وقتی در کتاب مقدس مراجعه میکنیم، در اناجیل چهارگانه مراجعه میکنیم، اگر خواسته باشیم پیرامون حتی زندگی عیسی علیه السلام که به تعبیر اونها بنیه و اساس مذهبشان و دینشان هست مراجعه بکنین، میبینین که نوعی انقطاع در آن وجود داره و نوعی گمشدگی های وجود داره، نوعی پنهانکاری های وجود داره. یا این پنهانکاری ها از روی قصد بوده و یا اینکه واقعا کسایی که اینها را نوشتند در مانده بودند که چی بنویسند، چیکار بکنن و مسائل بوده که نباید می نوشتند و نباید اینها برای مردم گفته می شده و از این قبیل حرفا. درباره تاریخ نصرانیت هم همچنان که شما اشاره کردین، اگر حتی در کتاب مقدس هم وقتی ما مراجعه میکنین میبینین که نوع انقطاع وجود داره. یعنی بعد از اینکه عیسی علیه السلام به تعبیر اونها به صلیب کشیده میشه و تعبیر ما مسلمان ها به آسمان ها میره، اگرچه اونها هم یعنی نوعی به این اعتقاد دارن بعد از اینکه به صلیب کشیده میشه به آسمان ها میره، ولی ما میگیم که نه، عیسی نبوده که به صلیب کشیده شده، بلکه شاگردش بوده که به شکل او در آمده که در قرآن کریم هم به این موضوع اشاره شده. حالا یک انقطاعی بعد از این رفع یا بالا رفتن عیسی علیه السلام به آسمان ها وجود داره تا به نیمه قرن دوم. اگرچه در یعنی یکی از ملحقات کتاب مقدس که به نام اعمال رسولان هست نوع اشارات شده از شاگردان عیسی علیه السلام که چیکار کردن، ولی با آنگونه ای نیست که بتونه انسان به آن قانع بشه، بتونه انسان یعنی حقیقتا بیایه به شکل، اگرچه در مورد اون اعمال رسولان هم که صحبت شده بیشتر پیرامون پولس صحبت میشه، پیرامون بله فعالیت هایی که پولس کرده و برخی از یعنی اعمالی که او انجام داده بیشتر در این مورد پرداخته میشه و کمتر به برخی از شاگردان دیگر عیسی علیه السلام پرداخته میشه. ولی جناب استاد این یک گزارشی است، یعنی یک گزارشی است که از برخی از تلامید یا شاگردان عیسی علیه السلام با آن اشاره شده. اما اگر خواسته باشیم به صورت کلی و جزئیات موضوع را و تفصیلات تاریخچه این مذهب و این دین را بفهمیم برای ما مشکل و صعبه، چون در کتب خود اینها چیزی تحت این عناوین حقیقتا وجود نداره که به صورت تفصیل در این مورد صحبت شده باشه و این گمشدگی که یا این پنهانکاری که حالا پنهانکاری به این گمشدگی میگین، یعنی به این معنی که واقعا گم شده بله. وجود نداشته یا اینها نتوانستن بنویسن و کتاب‌های اناجیل چهارگانه سالها دهها سال بعد از عیسی علیه السلام نوشته شده که ما بعدا انشاءالله به آنها خواهیم پرداخت و این گم شدگی میگین. اما وقتی میگیم پنهانکاری به این معنا که قصدن این کار انجام شده، قصدن این کار انجام شده. حالا این که پنهانکاری شده یا واقعا گم شده و کسی نبوده که اینها را بنویسه، حالا شاید بگن که چون زیر ظلم یهود بودن و زیر ظلم پادشاه زمان بودن و حالا نتونستن که اظهار کنن. بله، مثلا وقتی ما خواسته باشیم پیرامون شاگردان عیسی هم صحبت بکنیم، برخی از آنها را کشتند و سنگسار کردند و با آنها برخوردهای بسیار خطرناکی کردند. به همین واسطه اینها مجبور شدند که در حالت پنهان دینشان را انجام بدن و از اونها تاریخی وجود نداشته باشه، یعنی تاریخی از زمان رفع عیسی علیه السلام به آسمان ها تا این نیمه قرن دوم کدام چیزی در این مورد برای ما مشخص نباشه و واضح نباشه. این حقیقتا میشه گفت که یعنی پیرامون خلصی از زمان رفع عیسی علیه السلام تا نیمه قرن دوم هست که میشه به آن یعنی به این گونه دید. واقعا وقت جناب استاد در خود منابع و مصادر نصرانیت چیزی وجود نداشته باشه که تاریخ نصرانیت بیان کنه و این انقطاع فکر کنین که از زمان رفع حضرت عیسی تا نیمه قرن دوم خیلی ها مشکل است که کسی بیاید یک تاریخی ارائه کنه، الا یک تاریخ جعلی و یک تاریخ کاملا دست خورده ارائه بکنن. بله بدون شک. به همین واسطه اگر ما یعنی خواسته باشیم غیر از این که یعنی موضوع که بعد از عیسی علیه السلام چی شد، اگر خواسته باشیم در چند نکات آن را جمع بکنیم، مسئله از عیسی علیه السلام شروع بکنیم، چون اساس این دین با حضرت عیسی علیه السلام شروع شد. چون ما آنچه که ادعا کردیم گفتیم که بعد از رفع عیسی علیه السلام تا نیمه قرن دوم گم است، ولی قبل از آن خب مشخصه که عیسی علیه السلام متولد میشه و آنچه که در زندگی عیسی علیه السلام اتفاق میفته. خب بیایم زندگی عیسی علیه السلام از خلال همین اناجیل بررسی کنیم. بله، اناجیل چهارگانه خب ما ان شاء الله بعدا در مورد آنها میپردازیم و صحبت میکنیم. آنچه که امروز مثلا مشهور در نزد نصرانی ها و در دسترس اینها قرار داره و از برخی آنها پنهان میکنن و برای مردم نشان نمیدن
مثل انجیل برنابا و اینها اگرچه این کار میکنن، یعنی صراحتا امروز متاسفانه در برخی از شبکه هایی که دارن یا برخی از یعنی سایت های اینترنتی که دارن متاسفانه به صورت واضح این کار میکنن، به خاطر که مجبورن یک راه گروزی برای خودشان پیدا بکنن و حتی ادعا میکنن که یک عالم اسلامی نوشته که ما بعدا ان شاء الله بله ما ان شاء الله ثابت میکنیم که در بحث بله ان شاء الله ثابت میکنیم که نه این که یعنی حقیقتا انجیل برنابا رو یک عالم اسلامی ننوشته، بلکه جاهایی داره که در تناقض با اسلام، امکان نداره که این رو یک عالم اسلامی نوشته باشه. خب میخوان یک راه گروزی به هر حال پیدا بکنن. مسئله پولس هم وقتی مطرح میشه راه گروز پیدا میکنن، میگن این ساخته مسلمان هاست، مسلمان ها چیزهایی را به پولس نسبت دادن که اینها حقیقت نداره. خب ما بعدا ان شاء الله اینها را ثابت خواهیم کرد. بله. خب حالا بیاین در بحث عیسی علیه السلام، آنچه که در اناجیل چهارگانه وجود داره، اینجا را یک نکته را دقت بکنن بینندگان عزیز و گرامی، و این که ما برخی از مسائلی که در اینجا میگین عقیده ما مسلمان ها نیست، بلکه این را از لابلای اناجیل چهارگانه مطرح میکنیم. بله. اناجیل چهارگانه پیرامون این موضوع صحبت میکنن. پس وقتی ما این موضوعات را طرح میکنیم، یک مسلمان به هر حال اعتراضی بر ما نکنه که این خب خلاف قرآنه. بله ما هم قبول داریم که برخی از جاهایش خلاف قرآنه و ان شاء الله برخی از نقاطی که مخالف قرآن کریم باشه اشاره میکنیم به آن. خب جناب استاد، اگر این مسائل از خلال باز انجیل هم فکر کنم نمایش میدیم، درست است؟ بله نمایش میدیم ان شاء الله. جناب استاد اولا این را دقت بکنین که در کتاب انجیل متی، در انجیل متی که اولین انجیل به حساب یعنی اناجیل چهارگانه هست، اولین انجیل. بله اولین انجیل در حساب و ترتیب اناجیل امروزی است. باب اول را اصلا شروع میکنه از نسب عیسی علیه السلام. دقت بکنین از نسب عیسی علیه السلام. ما در برنامه گذشتم اگر یادتان باشه به این نکته اشاره کردیم، گفتیم این دلالت قوی میکنه بر بشر بودن عیسی علیه السلام. چون انجیل متی اصلا آغازش با چی میشه؟ با نسب دادن عیسی علیه السلام که نسبش را میرسانه به داوود علیه السلام، نسبش را انتها میرسانه به داوود علیه السلام. بعد بحث دیگه که در اونجا مطرح میشه در انجیل متی مسئله تولد عیسی علیه السلام هست. در همین باب اول که عیسی علیه السلام اینها معتقدن مثل ما مسلمان ها که عیسی علیه السلام از پدری که بشر باشه متولد نشده. ما با اونها موافقیم که یعنی شخصی که مردی اعتراف دارن، یعنی بله اعتراف دارن که پدر نداشته، نداشته یعنی پدر بشری. اونها میگن پدرش نعوذ بالله خداست و به هر حال ما ان شاء الله بعداً به این مسائل خواهیم پرداخت. ولی آنچه که در میان ما و اونها اتفاقه اینه که پدری نداشته، یعنی از بشر پدری نداشته. و میگن که به هر حال قبل از اینکه به عقد یوسف بیایه، شخصی به نام یوسف مریم علیه السلام حامله میشه. البته آنچه که در قرآن کریم آمده که نفخ میشه بر او، بر دمیده میشه بر مریم علیه السلام، این چیز در اناجیل چهارگانه وجود نداره. فقط به شکل گنگ آمده که جبرائیل میآیه و ملکی میآیه و به هر حال برایش میگه تو حامله میشی و از این قبیل حرفا. اما در قرآن کریم به صورت صریح میآیه که این فرشته و این ملک نفخ میکنه، نفخ میدمه بر مریم علیه السلام و توسط اون نفخ عیسی علیه السلام در رحم مادر به وجود میآیه. اما در اناجیل چهارگانه چیزی به این تحت این عناوین وجود نداره، بلکه به شکل گنگ وجود داره. حتی در انجیل متی، بله در انجیل متی و در بقیه اناجیل هم که صحبت میشه به شکل گنگه، یعنی شکلی نیست که وضاحت داشته باشه مثل که در قرآن کریم وضاحت داره. خب داستان نقل میکنه در خود انجیل متی که به هر حال پادشاهی خواب میبینه، پادشاه رومیا خواب میبینه که در بیت المقدس یا در فلسطین شخصی متولد میشه که او پادشاه یهود میشه. خب همان کسانی که در اونجا هستن البته کسای دیگر خواب میبینن، نه که خود پادشاه خواب ببینه. کسای دیگر که به نام ستاره شناس ها میگن اینها خواب میبینن. وقتی میآیند در فلسطین به دنبال این فرد میگردن، دنبال این طفل میگردن، پادشاه از این موضوع خبر میشه که همچون خواب دیدند، همچون خواب ستاره شناس ها دیدن که یا همچون برداشت کردن و همچون مسئله را درک کردن که به زودی همچون اتفاقی میفته
در فلسطین که پادشاه یهود به دنیا میاد و متولد میشه. به همین جهت تلاش میکنه و کوشش میکنه که اطفالی که به دنیا میاد اینها رو بکشه، مثل فرعون که بله. بعد میگه که در انجیل متی میاد که بعد یوسف در خواب میبینه فرشته ای را که میگه این طفل و مادرش را بردار و از این شهر بیرون شو و از فلسطین بیرون میشه، میره به مصر میره. بعد از اون که در مصر اینها مدت زندگی میکنن، دوباره در خواب میاد که دوباره برگرد و دوباره برمیگرده. از این یعنی دوران کودکی عیسی علیه السلام چیزی دیگه به وجود نمیاد. مثلا در قرآن کریم هست که عیسی علیه السلام میایه و بعد به بغل مادر میایه و مادرش حرف نمیزنه و بعد به طفل اشاره میکنه و طفل میگه انا عبدالله و صحبت میکنه در حالت یعنی سخن گفتن در گهواره. بله. ولی در اناجیل چهارگانه این چیز وجود نداره جناب استاد. این انقطاعیه که اصلا وجودی از این نیست، فقط هست که متولد شده و بعدن اتفاقی افتاد که رفت به مصر، رفت و برگشت. تا زمان 30 سالگی دیگه چیزی در مورد از طفولیت به 30 سالگی اشاره میشه. اگر دوستان اینجا نشان بدن که من به صورت کوتاه یک همین حرفایی که گفتم یک نشان بدم. این کتاب مقدسه، ترجمه تفسیری کتاب مقدسه و این هم عهد جدیده. این انجیل متی هست. اجداد عیسی مسیح علیه السلام اینجا میایه، اجدادش یعنی نسبش را میگه، تولد عیسی مسیح که اشاره صریحی به این موضوع داره و همچنین مسئله ستاره شناسان که میگه در جستجوی عیسی بودن، فرار به مصر که یوسف فرار میکنه همراه مریم علیه السلام از ترس پادشاه، چون میگه که خواب دیده. و اینجا اگر اجازه بدین یک کتاب بخوانم در فصل دوم میگه که عیسی در زمان سلطنت هیرودیس در شهر بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. در آن هنگام چند مجوسی ستاره شناس از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند ما ستاره او را در سرزمین های دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم تا او را بپرستیم. الی آخر میایه که خواب میبینه و بعدا این خواب که به پادشاه میرسه، پادشاه میگه که هر چی طفل شما بکشین، آنها را نابود بکنین. میگه که بعد وقتی وارد خانه شدن که کودک و مادرش مریم دارن بودن، پیشانی بر خاک نهاده کودک را پرستش کردن، یعنی ستاره شناسا. میگه پس از رفتن ستاره شناسها فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت برخیز و کودک و مادرش را برداشته به مصر فران کن و همانجا بمان تا تو را خبر دهم. بعدن میه اینجا که بازگشت به مصر پس از مرگ هیرودیس که همون کسی که پادشاه که اینها را میکشه، میخواد بکشه اطفال رو، بعد از اینکه میمیره دوباره یوسف گفته میشه برو به مصر. خب این دقت بکنین جناب استاد، از این بازگشت از مصر که میایه دیگه حرفی نیست که میگه در شهر ناصره ساکن شد. باز در اینجا پیشگویی انبیا جامعه عمل پوشید که اون ناصری خوانده شد. خلاص همین که در ناصره دوباره بعد از اینکه یوسف مادرش مریم و عیسی را برداشت آورد در ناصره، بعد از مدت طولانی دوران کودکیش هست، دوران طفولیت عیسی هست، آورد را دوباره به فلسطین یا به ناصره آورد. بعد از آن میگه خلاص دیگه همان چیزی که پیشگویی که انبیا کرده بودن که در شهر ناصره این بزرگ میشه، بزرگ شده آمده دوباره. بعد پیرامون ظهور یحیی پیامبر صحبت میکنه، میگه اینجا تعمید عیسی به دست یحیی، یعنی یک انقطاع وجود داره. این چی اتفاقی افتاد؟ عیسی علیه السلام چگونه بزرگ شد؟ چیکار شد؟ ما مثلا در سیرت رسول الله علیه السلام گفتیم که به صورت تفصیل در این مورد صحبت شده، تفصیل جزئیات زندگیشان. اما فکر کنم جناب استاد فقط به برخی از فیلم ها میمانه حکایت حضرت عیسی در انجیل. فیلم ها در فیلم طفل در میبینیم که به یک بارگی یک سکانس تغییر میخوره، یک طفل 5 ساله میرسه به سن مثلا 25 یا 30 سالگی بعد منتقل میشه. بله. این شبیه فیلم هاست. و آنچه که نشان میده بعد از 30 ساله شدن عیسی علیه السلام به دعوت خود شروع میکنه. اینجا این نکته را دقت کنید، یعنی در این دوران دیگه یک انقطاع وجود داره تا این که میرسه دوران دعوت عیسی علیه السلام. آنچه که نشان میده که به 30 سالگی عیسی علیه السلام دعوت خود را شروع میکنه و اولین کاری که میکنه یحیی علیه السلام او را غسل تعمید میده. آنچه که اینجا اشاره میکنه اگر دوستان نشان بدن، این انجیل متی هست. باز هم البته جناب استاد اشاره بکنم که این انجیل متی را ما نشان میدیم ولی دیگه اناجیل هم در این مورد صحبت های شده، چون به طور مثال فقط بله وقت برای ما اجازه نمیده که ما خواسته باشیم کل اینها را بخوانیم. تعمید عیسی علیه السلام به دست یحیی. میگه در آن زمان عیسی از ایالت جلیل به سوی رود اردن به راه افتاد تا در آنجا از یحیی تعمید گیرد. ولی یحیی مانع او شد و گفت این کار شایسته نیست، این منم که باید از تو تعمید بگیرم. اما عیسی گفت مرا تعمید بده، زیرا این چنین حکم خدا را به جا می آوریم. پس یحیی او را تعمید داد. خب
غسل تعمید جناب استاد آنچه که اینها یعنی اشاره میکنن، میگن غسل تعمید اینه که فرد که میخواد وارد دین مسیح بشه، حتی امروز هم وجود داره. میگه شخصی که میخواد وارد دین مسیح بشه، به خاطر اینکه از گناهان گذشته خود، از خطاهایی که در گذشته کرده از وجودش بره، باید غسل تعمید بشه. و حتی اطفالی هم که متولد میشن اونها را غسل تعمید میکنن. غسل تعمید اینه که یک نفر داخل آب میره و بعد این نفر دیگه هم داخل آب، مثلا کسی که میخواد غسل تعمید داده بشه، حالا هر آبی که باشه وارد میشه، وارد این آب میشه، وارد این حوض میشه، حالا به هر صورت وارد جایی که آب جمع است اونجا داخل میشه، حالا رودی باشه هر چی که باشه داخل میشه. اونجا سرش را به هر حال زیر آب میکنه یا آب میریزه روی سرش و او را به این آب میشویه و به این یعنی میگن کار غسل باید تعمید. یک کشیش بکنه. بعد این رو یک فرد حالا مثل که اینجا به هر حال یحیی تعارف میکنه با عیسی علیه السلام که نه تو باید این کار رو انجام بدی. عیسی میگه نه، چون فرمان خدا، بیا با هم فرمان خدا رو انجام بده، تو مرا غسل تعمید بده. خب یحیی علیه السلام او را غسل تعمید میده و به هر حال آنچه که یعنی در این کتاب آمده، در کتاب مقدس در اینجا، این در انجیل متی هست جناب استاد. انجیل متی باب 3 آیت 13 که در مورد غسل تعمید عیسی علیه السلام صحبت میکنه. بله جناب استاد، در طول کتاب مقدس اگر ما ببینیم، به خاطر اینکه خواسته باشیم کمی کوتاه‌تر بکنیم موضوع را، از دعوت عیسی علیه السلام مثلا خواسته باشین شروع بکنه، اگه دوستان اینجا نشان بدن که به خاطر کمی موضوع واضح‌تر بشه. بله. آغاز خدمات عیسی علیه السلام، فقط ما این هم انجیل متی است. بعد انجیل متی است. البته در اناجیل دیگه هم آمده جناب استاد، باز هم تاکید میکنم در اناجیل دیگه هم وجود داره، هم در انجیل مرقس وجود داره، هم در انجیل لوقا وجود داره و هم در انجیل یوحنا. در این سه تا دیگه هم شبیه این یا با اندک تفاوتی وجود داره، یعنی هست زندگانی عیسی علیه السلام. خب میاد اینجا آغاز خدمات عیسی علیه السلام، موعظه سرکو، احکام تورات، پرهیز از تظاهر، دعا و روزی مسیحی، ثروت و خوراک پوشاد، ایراد میگه نگیرید، نمیدانم راه رسیدن به خدا، شفای جزامی، شفای خدمتکار افسر رومی، شفای انواع بیماران، آنچه که میآید جناب استاد در مورد شاگردان، در مورد شفای که کجا رفت عیسی علیه السلام، سوال یحیی از عیسی، سزای بی ایمانی، تهمت ناروا به عیسی، علمای دین یهود که از عیسی علیه السلام تقاضای معجزه میکنن و بعد بر علیه عیسی علیه السلام ایستادگی میکنن، حکایات میاره، حکایت کشاورز و نمیدانم حکایت دیگر درباره ملکوت خداوند و عیسی جماعت گرسنه را سیر میکنه، برخی از معجزات را نقل میکنه، عیسی روی دریاچه راه میره، احکام خدای آداب و رسوم انسان، شفای انواع مریضها، ایمان زن کنعانی، درخواست معجزه، عقیده پتروس. بله همه اینها اتفاقاتی که میفته یعنی در لابلای دعوت عیسی علیه السلام. حکایت گوسفند گم شده و نمیدانم لزوم بخشش و عیسی درباره طلاق چی میگه، عیسی و کودکان، برخی از مسائل را مطرح میکنه، مسائل تشریعی. کارفرمای دلسوز، آخرین سفر عیسی به اورشلیم، مسیح برای آخرین بار وارد اورشلیم میشود، نیروی ایمان. خب عیسی سوالی را با سوال جواب میدهد و جواب دندان شکن و تظاهر به دینداری و آماده و هوشیار باشید، نمیدانم روزه داوری و آخرین شام عیسی با شاگردان و میآید تا این که میرسه به یک موضوع دیگر جناب استاد. بله. موضوع دیگر اینه که عیسی علیه السلام به جای میرسه که یهودی ها از دستش به فقان میرسن که ما باید چیکار بکنیم. دیگه کار عیسی خراب کرد، ما باید به فکر مرگی بشیم، به فکر تمام کردن ای از دنیا بشیم. چرا؟ به این نتیجه میرسن چون میدانید که علما یهود یا آخوندهای درباری در طول زمان این گونه هستند. وقتی ببینن که کسی مخالف ایشان صحبت میکنه، وقتی ببینن کسی مخالف اونهاست، مثلا آخوندهای ایران امروز شبیه علمای یهودن، هیچ فرقی فکر نمیکنن داشته باشن. همینه، هر کس را، حتی آخوند شیعی هم که بیای بر علیه اونها حرف بزنه که نظام اونها را و جایگاه اونها را، جایگاه سیاسی و اجتماعی اونها زیر سوال بره، در جا بر علیهش موقف میگیرن و اینها فکر میکردن که عیسی علیه السلام آمده که جایگاه اینها را به هم بزنه، در حالی که عیسی برای اصلاح اینها آمده بود. یعنی اینها از حقگویی، از تبیین حقایق، از آشکار شدن حقیقت میترسن. در طول تاریخ اینها ترسیدند و میترسند و آخوندهای یهودی هم ترس داشتن از این موضوع که چرا عیسی آمده، عیسی چرا این کار
کار را انجام میده و چون عیسی آمده بود، ما در برنامه گذشته گفتیم جناب استاد که مکمل شریعت موسی بود، هم متبع بود و هم مکمل بود. اینا به انحراف کشیدن شریعت به انحراف کشیده بودن. عیسی علیه السلام آمد برای اینکه اینها را اصلاح بکنه، ولی اینها به جای اینکه از عیسی علیه السلام درست پیروی بکنن و یا اینکه عیسی علیه السلام را اینها به صورت درست احترام بکنن، متاسفانه برخواستن بر علیش که باید ما دسیسه بسازیم. خب دسیسه اینها این بود که اینها رفتن پیش همان فرماندار رومی که بود به نام پیلاتوس میگن. پیلاتوس، بله پیلاتوس فرمانده رومی بود. رفتن پیش ای گفتن که خب چندین بار مناظرات و صحبت ها اینها با عیسی داشتن و دنبال این شدن که عیسی علیه السلام دستگیر بکنن. ولی عیسی علیه السلام، ما یکی از معانی مسیح که گفتیم، چون گشت و گذار زیاد میکرد به این شهر به این منطقه، به این قریه، در حال گشت و گذار بود، در حال دعوت یهودی ها به سوی دین بود، به سوی دین اصلی یهودیت، به سوی دین انبیا علیهم السلام بعد از موسی علیه السلام. خب عیسی علیه السلام خودش هم میرفت و شاگردانش را هم دوتایی در مناطق و قریجات میفرستاد، مثل که در کتاب مقدس در انجیل متی ما برخی اشارات کردیم شاگردان خود را میفرسته. خب این دعوت شروع بود، ولی علمای یهودی و آخوندهای یهودی گفتن چیکار بکنین که بر این دیگه موضوع را تمام بکنین، یعنی را نابود بکنین که از دست این خلاص بشین، چون آن دینی که اینها ساخته بودن خلاف اون چیزی بود که عیسی علیه السلام میگفت. یعنی دکانی که اینا باز کرده بودن، این دکان با آمدن عیسی علیه السلام بسته میشد، بند میشد. مجبور بودن که اینها یک راهی بسنجن برای اینکه خودشان را نجات بدن، مثل یک شخص غرق شده ای که دست خود را به هر خس و خاشاک میگیره. اینها همین گونه بودن، یعنی در حالت بسیار وحشتناک قرار گرفته بودن و مردم هوشیار شده بودن، چون عیسی اونها را دعوت میکرد که برین شما برین تورات را بخونین که بعدا ان شاء الله ما اشاره میکنیم. یعنی عجیب است امروز ما چون این اتفاق مثلا در کشورهایی که دین رفض در اونجا حاکمیت داره اتفاق میفته. امروز با آمدن مثلا کانال های که حقایق بیان میکنه، منافع و مصالح آخوندهای حاکم در تهران چی میشه؟ به خطر میفته. اینها هم دنبال اینند که مردم را از شنیدن حقایق و از قرآن دور کنن که مردم نباید بشنوه، مردم نباید ببینن. بله جناب استاد. خب بعد این اتفاق میفته که اینها دنبال عیسی علیه السلام را میگیرن که باید عیسی علیه السلام را پیدا بکنن و سرانجام عیسی علیه السلام را در بیت لحم یا در بیت المقدس پیدا میکنن. البته گونه پیدا کردن عیسی علیه السلام بسیار ناجوان مردانه هست و بسیار خطرناک است و اون اینه که متاسفانه همین شاگردش که به نام یهوذای اسخریوتی میگن، این یهوذای اسخریوتی متاسفانه شیطنت میکنه و اونها هم دست میشه و میایه آنچه که در خود انجیل وجود داره، میایه در نزد عیسی علیه السلام و او را به آغوش میگیره و البته علمای یهود را اول خبر میکنه که عیسی به فلان جاست، بعد میایه او را به بغل میگیره و به آغوش میگیره یا ای استاد و فلان و این، بعد اونها هم داخل میشن و عیسی علیه السلام دستگیر میکنن و میبرن پیش کاهن اعظم و پیش کاهن اعظم اونجا صحبت میشه و سخنهای رد و بدل میشه. آنچه که در کتاب در اناجیل چهارگانه هست، سخنهای رد و بدل میشه در میان عیسی علیه السلام و او. سرانجام اینه که اینها او را ارجاع میکنن به پیش پیلاتوس، پیش همان فرمانده رومی. و در اونجا چی میگن؟ به خاطر اینکه راه پیدا بکنن برای کشتن عیسی، چون اینها تصمیم گرفتن که عیسی باید کشته بشه. تصمیم میگیرن که عیسی کشته بشه. چیکار میکنن؟ برای اون پادشاه رومی میگن که این گفته که من پادشاه یهودم. عجیب. بله این راه خوبی بود. عیسی علیه السلام این حرف را گفته بود، پیامبری کرده، ولی ما بعدا این رو ثابت میکنیم که پادشاهی عیسی علیه السلام از چه نوع پادشاهی است، از چه نوع پادشاهی بود. آنچه که جناب استاد ما مثلا موضوع را تا حالا گفتیم، این صحبت هایی که تا حالا گفتیم هم در انجیل متی هست، هم در انجیل لوقا هست و هم در انجیل مرقس هست. اما آنچه که انجیل یوحنا یک تمیزی که داره در این بحث و در این گفتگوی میان پیلاتوس و میان عیسی را نقل میکنه. اجازه بدین که من این گفتگو را بخوانم چون بسیار مهمه. به خصوص من میخوام که در این نکته رد صریحی بر سیکولارهای بدبختی که خودشان را مسلمان میگن به اینها یک ردیه داشته باشیم از لابلای کتاب مقدس، چون اینها در حقیقت اصل سیکولاریسم برگرفته از کتاب مقدسه و ما بارها هم به این نکته اشاره کردیم. حالا ثابت میکنیم. بله. انجیل یوحنا باب 18 جناب استاد، باب 18. اجازه بدین که اینجا بنده برایتان نشان بدم. این باب 18 هست جناب استاد. بله.
میای اینجا صحبت‌های به هر حال که صحبت‌هایی که عیسی علیه السلام میکنه. سپس میگه نزدیک صبح بازجویی از عیسی تمام شد. پس میگه که دوباره او را قیافا او را به کاخ فرماندار رومی فرستاد. یهودیان برای اینکه نجس نشوند داخل کاخ نشدند، چون اگر داخل میشدند دیگر نمیتوانستند در مراسم عید پسح و مراسم قربانی شرکت. البته یادتان باشه این ادعا این اتفاق در عید پسح میفته، در عید فطیر. اگر یادتان باشه عید فطیر یهودیت ما صحبت کردیم که آنها نانی که خمیرمایه داشته باشه در این روز نمیخورن. بله، و این را عید قربانی هم میگن و عید پسح مشهوره. این اتفاق در عید پسح میفته، در روز عید پسح. میگه پس فرماندار رومی که نامش پیلاتوس بود بیرون آمد و پرسید اتهام این شخص چیست؟ از دست او چی شکایت دارید؟ جواب دادن اگر مجرم نبود دستگیرش نمی کردیم. پیلاتوس گفت پس او را ببرید و مطابق قوانین مذهبی خودتان محاکمه کنید. گفتند ما میخواهیم او را بر صلیب اعدام شود و لازم است که دستور این کار را شما بدهید. این مطابق پیشگویی خود عیسی بود که فرموده بود به چه ترتیبی باید بمیرد. حالا اینجا را دقت کنید جناب استاد. پیلاتوس به داخل کاخ برگشت و دستور داد عیسی را نزد او بیاورند. آنگاه از او پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ چون قبلا آخوندهای یهودی براش گفته بودن این حرف را. ادعای پادشاهی داره. و به همین واسطه شما میدونید که صاحبان قدرت همیشه وقتی بفهمند که از طرف یک فردی تهدید میشن بر سلب قدرتشان در جا بر علیش موقف میگیرن. حتی این که پیامبر باشه، به محض اینکه احساس بکنن که قدرتشان و پادشاهیشان زیر سوال میره و لرزه میخوره در جا بر علیش موقف میگیرن. و این روش در طول تاریخ بوده. این آخونده یهود هم مطمئن بودن و میفهمیدن که راهی جز حیله جز این وجود نداره. دسیسه بود بر علیه عیسی. خب عیسی پرسید منظورت از پادشاه آن است که شما رومی ها میگویید یا پادشاهی که یهودیان منتظر ظهورش هستند؟ تو کدام پادشاهی را میفهمید؟ پیلاتوس بله. درک میکرد. نه این پیلاتوس فکر میکرد که آخوندهای یهودی خب گفتن این میگه که من پادشاه یهود هستم، میخواد پادشاهی تو را تصاحب بکنه. این از عیسی پرسان کرد که تو واقعا این حرف را زدی، ادعای پادشاهی کردی؟ عیسی از او سوال کرد تو کدام پادشاهی مرادت است؟ اگر پادشاهی که تو میگی که حالا به سلطنت نشسته ای را میگی یا این که پادشاهی که یهودیان منتظر او هستند؟ اینجا میگه که پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم که این چیزها را از من میپرسی؟ قوم خودت و کاهنان را اینجا و کاهنانشان تو را اینجا آوردن چی کرده ای؟ عیسی فرمود من یک پادشاه دنیوی نیستم. اینجا را دقت کنید. من یک پادشاه دنیوی نیستم. اگر بودم پیروانم می جنگیدن تا در چنگ سران قوم یهود گرفتار نشوم. پادشاهی من متعلق به این دنیا نیست. اینجا رو دقت کنید جناب استاد. همین حرفی که متاسفانه نصرانی ها به این معتقدن که در دین عیسی علیه السلام چیزی به نام سیاست وجود نداره، چیزی به نام پادشاهی وجود نداره. چون عیسی علیه السلام خودش صراحتا میگه که من پادشاهی دنیوی نیستم، بلکه پادشاهی من مربوط به آخرت میشه. یعنی این پادشاهی این نیست، این که من حکومت به دست بگیرم و از خود افسران داشته باشم و لشکر داشته باشم که بجنگن. یعنی مردان سیاست جدا هستند از مردان دقیقاً همین حرف را عیسی علیه السلام میگه. عیسی علیه السلام دقیقاً همین حرف را میگه و این فکر متاسفانه از داخل کلیسا خارج شد و برخی از مسلمان های نافهم هم فکر کردن که اسلام و قرآن هم همینه، در حالی که رسول الله علیه السلام فرمانده بودن، ارتش داشتن و به خاطر بقای دین و به خاطر اینکه عدالت در میان جامعه گسترش بیابه، به خاطر اینکه مردم از زیر ظلم و شرک و کفر نجات بیابند، رسول الله علیه السلام در برابر باطل استاد شدن. چگونه میشه که این دین مسیحیتی که عیسی علیه السلام این حرف را میزنه این را با اسلام نسبت داد؟ و همین واسطه ما همیشه میگیم که سرچشمه سکولاریسم از مسیحیت و از کلیسا خارج شده و از کتاب مقدس خارج شده. اینجا واضح شد. بله. واقعا رسول الله صلی الله علیه و آله چنانه که امامت مسلمانان در مسجد را به عهده داشتند، در میدان معرکه نیز فرماندهی و سرلشکری سپاه اسلام را به عهده داشتند. بله. حالا جناب استاد این پیلاتوس وقتی این حرف را میشنوه خب متهم میکنه، میگه این آخونده و این قوم تو گفتن که ما با تو این کار انجام بدم. وقتی میفهم مطمئن میشه که نه والله این پادشاهی نمیخواد، حتی تلاش میکنه برای اینکه موسی علیه السلام نجات بده. عیسی علیه السلام نجات بده این پیلاتوس. اینجا به همین واسطه باب 19 هم در این باب صحبت میکنه، میگه تلاش نافرجام پیلاتوس برای آزادی عیسی، ولی نمیتونه این کار را انجام بده.
بده. چون علمای یهود در اون زمان قدرتی دارن برای خودشان، حالا قدرت مردمی دارن، قدرت اجتماعی دارن و میدانن که همیشه صاحبان قدرت بیشتر توجه میکنن کسانی که صاحب نفوذ باشن اونها را دست بکشن سرشان را، نه والله خیر باشه و فلان باشه. حالا با وجودی که میفهمه اینجا برایش ثابت میشه که عیسی بیگناه است و خودش اعتراف میکنه که عیسی بیگناه است، این چیزی که شما گفتید این گونه نیست. خب ولی متاسفانه به کار به جای نمیرسه. آنچه که در خود کتاب مقدس میایه میگه که عیسی علیه السلام محکوم به مرگ میشه. اینجا عیسی علیه السلام محکوم به مرگ میشه. و میخواین چیزی بگین جناب؟ ما گفتم اگر صحبت تمام شده باشه که یک میان برنامه البته باقی مانده میشه که میان. اگر اجازه بدین یک توقفی داشته باشیم چون فکر کنم صحبت طولانی است. توقفی با بیننده های عزیز و گرامی می داشته باشیم، میان برنامه میبینیم و پس از این میان برنامه انشالله صحبت را دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. وقد نص الله تعالى في كتابه لما ذكر مجموعة من الأنبياء ذكر من صفاتهم أنهم كانوا يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم برا ودعاء، فذكر الله عز وجل عيسى عليه السلام فقال سبحانه وتعالى وبرا بوالدتي، وذكر الله تعالى يحيى ابن زكريا فقال جل وعلا وبرا بوالديه، وذكر الله تعالى دعاء نوح عليه السلام لما دعا فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وذكر الله تعالى دعاء سليمان عليه السلام فقال جل في علاه فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وذكر ربنا جل وعلا ما وقع لإبراهيم النبي الذي كان أمة وحده مع أبيه الذي كان يصنع الأصنام ويعبدها ويدعو الناس إلى عبادتها، فقال جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وتمضي الآيات الكريمات في حكاية غاية الأدب واللطف في العبارة ولين الكلام من إبراهيم عليه السلام لأب لم يكن من المؤمنين ولا المسلمين، بل كان يصنع الأصنام ويجاهر بعبادتها ويدعو الناس إليها، ومع ذلك تأدب إبراهيم عليه السلام معه لأنه أبوه، حتى إذا انتهى كلام إبراهيم قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، فيرد إبراهيم عليه السلام قائلا سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. خب بینندگان گرامی با عرض سلام مجدد دوباره در خدمت شما هستیم. خب جناب استاد گرامی بحث ما به جایی رسید گفتیم که آخوندهای یهود حضرت عیسی مسیح علیه السلام را بردند نزد پیلاتوس فرماندار رومی و به او قضیه را طوری وانمود کردند که گویا این فرد عیسی علیه السلام ادعای پادشاهی داره. وقتی او هم
پرسید و درک کرد که پادشاهی که آخوندهای یهود میگن این پادشاهی دنیایی نیست، بلکه این پادشاهی عیسی پادشاهی دیگری است و به بیگناه بودن عیسی علیه السلام پی برد. بعد از اون قضیه را میخوایم بله جناب استاد، اینجا به هر حال محکوم به مرگ میشه. حالا هر چی که پیلاتوس حالا آنچه که اینها نقل میکنن، هر چی که پیلاتوس اصرار میکنه بر این موضوع که نشه، تلاش میکنه بر این موضوع، ولی متاسفانه کار به جای نمیرسه و آخوندا بر این موضوع، آخوندا یهود بگیم متاسفانه مسلط میشن بر موضوع. اینجاست که عیسی علیه السلام به تعبیری که اینها نقل کردن اینجا را دقت بکنین، چون در نزد ما مسلمان ها ابتدا توضیح دادیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه و ما صلبوه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. همین آنچه که معتقد ما اهل اسلام هست اینه که همان یهوذای اسخریوتی متاسفانه یا بگین خوشبختانه این جفا را بر عیسی علیه السلام کرد، خودش به شکل عیسی درآمد و خودش به صلیب کشیده شد. هر چی سر و صدا کرد که من یهوذا هستم، من عیسی نیستم، ولی فایده نکرد و به جای عیسی او را به صلیب کشیدند. ولی عیسی علیه السلام را بله الله متعال عیسی را در همان زمان بالا برد به آسمان ها و این یهوذای اسخریوتی بود که به جای عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شد. ولی اینها خیانت کرد، به جزای خیانتش رسید. بله این معتقد ما اهل اسلام هست که به خاطر جلوتر بگم که تا به ذهن بینندگان عزیز این جا بگیره. حالا بیاین در کتاب مقدس، آنچه که کتاب مقدس یا اناجیل چهارگانه میگه اینه که میگه عیسی علیه السلام در روز جمعه، در همان عید پسح یا عید فطیر به صلیب کشیده شد. یعنی صبحگان یعنی شب جمعه تقریبا میشه گفت اواخر، یعنی طرف صبح شب روز جمعه به صلیب کشیده شد. بعد از آن تا عصر همان روز روی صلیب باقی میمانه عیسی علیه السلام به تعبیر اونها و بعد از عصر او را از صلیب پایین میارن در حالی که به تعبیر اونها مرده و در همان شب یعنی شب شنبه او را داخل قبر میکنن و روز شنبه و شب یک شنبه هم در قبر میمانه. اما میگن وقتی که روز یک شنبه همان مریم، آنچه که اینها نقل میکنن در اینجا میگه که مریم مجدلیه یک زنیه که اول به تعبیر آنچه که در کتاب مقدس به اون اشاره شده و در نزد مسیحی ها مورد اعتبار هست، میگن زن بدکاری بود و به هر حال عیسی علیه السلام دید و با عیسی روبرو شد و عیسی علیه السلام روح خبیث را از بدن او کشید و زن خوبی شد. و وقتی هم که بعد از مرگ به تعبیر اونها، بعد از 3 روزی که یا بعد از 2 روزی که عیسی علیه السلام حالا در قبر ماند، اولین کسی که دوباره عیسی بر او ظاهر شد مریم مجدلیه بود به تعبیر اینها. بله. خب میگه که روز یک شنبه اینجا بود که وقتی آمدن سر قبر دیدن که قبر خالیه. این چیکار شد؟ آخه ما شب شنبه ای را دفن کردیم. روز شنبه هم داخل قبر بود. وقتی روز یک شنبه میان میبینن که عیسی داخل قبر نیست. حالا چیکار میشه؟ بر اینها گفته میشه، یعنی صدای میایه که عیسی زنده هست، عیسی از قبر بیرون آمده و عیسی خودش را به اینها نشان میده و به شاگردان خود هم نشان میده و حتی در اعمال رسولان آمده که 40 شبانه روز با اینها هست. 40 شبانه روز همراه شاگردان خود قرار میگیره و گشت و گذار میکنه، این طرف آن طرف میره و بعد مطمئن میشن که عیسی زنده هست. عیسی فقط حالا به تعبیر اونها فدا شد و حالا که بعداً به عقیده فدا ما میایم ان شاء الله که چرا این اتفاق افتاد. اینها به این هم دلیل میارن که ان شاء الله آن را هم مورد نقد و بررسی قرار میدین. خب این جناب استاد این اشاره ای هست از زندگی عیسی علیه السلام در کتاب مقدس. در اینجا هم هست، در اینجا هم اگر دوستان نشان بدن، اینجا بعد از تلاش نافرجام میگه عیسی را مصلوب میکند. بعد از اینکه عیسی را مصلوب میکنن چیکار میشه؟ جسد عیسی را دفن میکنن. خب میه همین چیزی که بنده گفتم نقل میکنه. عیسی زنده میشود. روز یک شنبه صبح زود وقتی هوا تاریک و روشن بود، مریم مجدلیه به سر قبر آمد و با کمال تعجب دید که سنگ از در قبر کنار رفته است. پس با عجله کجا رفت و نزد پطرس رفت. خب عیسی زنده با شاگردان، یعنی همراه شاگردان خود عیسی علیه السلام میمانه، میای خودش را نشان میده برای شاگردان مطمئن بشن که عیسی زنده است. و کتاب یعنی انجیل یوحنا، چیزی که اینجا پیش ما هست، در اینجا تمام میشه، یعنی اناجیل در اینجا تمام میکنن و ما این اواخر را از انجیل یوحنا نشان دادیم، از جایی که با پیلاتوس صحبت کرد و گفتگو کرد از اینجا نشان دادیم. خب جناب استاد این از اناجیل چهارگانه هست به صورت یعنی زندگی نامه حضرت عیسی علیه السلام به صورت بسیار کوتاه و فشرده و مختصر که اشاره کردید. آنچه که شما اشاره کردین استاد از خلال به خصوص انجیل متی بود که گفتیم که در بقیه اناجیل یوحنا و لوقا و بقیه اناجیل هم
مثال های زیادی است، اما واقعا ما نمیتونیم که در این برنامه همه مثال ها را نشان بدیم. خب از خلال صحبت های شما و از خلال بررسی هایی که شما کردین معلوم میشه که حضرت عیسی علیه السلام دین جدید نیاورده بود. بله. تنها به همون شریعت، فکر کنم حضرت موسی علیه السلام به همون شریعت، به سوی همون شریعت مردم دعوت میکنه. بله بدون شک جناب استاد، آنچه که مثلا ما از اولا اجازه بدین که از دعوت عیسی علیه السلام یک کوتاه صحبت بکنم، مقدمه بدم. این که در اناجیل سگانه، یعنی انجیل متی، لوقا و مرقس، آنچه که نقل شده اینه که عیسی علیه السلام یک عید در میان مردم هست، فقط یک عید نقل میکنن، یک عید فطیر یا پسح را نقل میکنن. که عیدش روزی که عیسی علیه السلام همون روز فکر کنم اعدام شدن. بله بله، یک عید را نقل میکنه که گویا عیسی علیه السلام یک عید در میان مردم بوده. یعنی از این استدلال میشه که از این سه انجیل، انجیل متی، لوقا و مرقس، استدلال میشه که گویا عیسی علیه السلام یک سال دعوت کرده، یک سال دعوت داشته. ولی انجیل یوحنا برخلاف این سه عید را نقل میکنه. انجیل یوحنا سه عید را نقل میکنه. به همین واسطه اکثر نصارا، این نوع تناقض وجود داره، ما بعدا ان شاء الله به آنها خواهیم پرداخت. اکثر نصارا به این معتقدن و به این نظرن که عیسی علیه السلام 3 سال دعوت کرده. 3 سال دعوت کرده. 3 سال در میان مردم دعوت داشته ولی در این 3 سال این که تعداد پیروانش چی اندازه بوده، یعنی کسانی که به حرفش گوش کردن و دنبالش آمدن، برخی ها فقط به 12 نفر از حواریون عیسی علیه السلام منحصر میکنن. ولی آنچه در اعمال رسولان آمده، بله اینجا اعمال رسولان پیشم هست، خیلی خوب صفحه بازه، اجازه بدین نشان بده. بفرمایید. اینجا اعمال رسولان هست جناب استاد، اعمال رسولان مسیح، باب اول. اینجا میگه هدف از رسولان همون شاگردایش است که میفرسته، فرستاده شده. این باب اوله. اینجا میگه انتخاب شاگرد جدید به جای یهودا. میگه در یکی از آن روزا که در حدود 120 نفر حاضر بودند، 120 نفر را اینجا اشاره میکنه. پس بنابراین برخی ها میگن که 120 نفر تعداد افرادی بودند که از عیسی علیه السلام دنبالش بودند و به هر حال از او پیروی میکردند در همون زمانی که عیسی علیه السلام در دنیا بود. حالا جناب استاد، ما معتقدیم، ما مسلمان ها معتقدیم که و خود کتاب مقدس هم به این اعتقاد هست و که عیسی علیه السلام دین جدیدی نیاورده، بلکه عیسی علیه السلام آمده که متبع دین موسی علیه السلام و انبیایی که بعد از موسی علیه السلام آمدن باشه، چون انبیای بعد از موسی علیه السلام تا عیسی علیه السلام هم همان کتابشان به تعبیر حالا همان کتاب تورات بوده، همان بین کتاب موسی و عیسی پیامبرانی بودن، برخی از انبیای بودن که اینها آمدن و به هر حال هر باری آمدن و حرفای گفتن و گاهی بعضی چیزا رد کردن و بعضی چیزا تایید کردن و به همین صورت تا عیسی علیه السلام. خب جناب استاد، اینجا اگر ما مثلا در انجیل متی مراجعه بکنیم، اولین انجیل که قبلا هم صحبت کردم، در انجیل متی اگر ما اینجا دوستان گرامی عزیز اگر ببینن احکام تورات، میگه گمان مبرید که آمدم تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. سایر انبیان کسانی که بعد از موسی علیه السلام آمدن، اینجا ثابت میشه که آمده بود. بله من آمدم. در قرآن کریم هم گفته میشه قفینا، الله سبحانه و تعالی میگه که ما پشت سر موسی علیه السلام پیامبران فرستادیم تا به عیسی علیه السلام. من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. خب این در انجیل متی هست جناب استاد. اجازه بدین در انجیل لوقا هم نشان بدم. در انجیل لوقا باب 18 آیه 18. انجیل لوقا بعد از مرقس هست، اینجا باب 18 هست جناب استاد. خب انجیل لوقا بله باب 18 میایه آیه 18 اینجاست. میگه که روزی یکی از سران قوم یهود از عیسی پرسید: ای استاد نیکو، من چی کنم تا زندگی جاویدانی داشته باشم؟ عیسی از او پرسید: وقتی مرا نیکو میخونی آیا متوجه مفهوم آن هستی؟ زیرا فقط خدا نیکوست و بس. حالا به این حرفی نداری. اما جواب سوالت خودت خوب میدانی که در 10 فرمان خدا چی فرموده است. در 10 فرمان خدا چی فرموده است؟ کدام 10 فرمان؟ همان 10 فرمانی که در تورات است. 10 فرمانی که در 10 فرمانی که در تورات هست، هم در سفر خروج هست هم در تثنیه. اجازه بدین که یک فقط اشاره نشان میدم جناب استاد اجازه باشه. هم در سفر خروج هست و هم در سفر خروج باب 20. بله سفر خروج باب 20 اینجا را اگه دوستان داشته باشن 10 فرمان.
که موسی علیه السلام 10 فرمان میده، همان چیزی که در انجیل لوقا ما گفتیم، انجیل لوقا باب 18 آیه 18 اینجا 10 فرمان. همچنین در تثنیه هم آمده باب 5. اجازه بدین که در تثنیه هم که یکی از اسفار تورات هست، آخرین سفر از اسفار تورات هست، برایتان نشان بدم. باب 5. خیلی معذرت میخوام. نه خواهش میکنم چون بحث ما از ابتدا هم با اینجا هم در تثنیه هست. بله. باب 5 10 فرمان شبیه همانه، 10 فرمان اینجا هم اون رو نقل کرده. حالا عیسی علیه السلام اینجا چی میگه به اون؟ میگه که اما جواب سوالت خودت خوب میدانی که در 10 فرمان خدا چی فرموده است. یعنی خودت میدانی دیگه. بله خواندی، میفهمی این موضوع رو، خبر داری. خب جناب استاد این حرفی بود که یعنی دلالت بر این میکنه که عیسی علیه السلام خودش ارجاع میداد به طرف تورات. برین تورات بخوانین، برین تورات بخوانین ببینین که در تورات چی اومده. حالا در سفر خروج، در سفر تثنیه، هر دو ما نقل کردیم. این بدون شک جناب استاد شک و تردیدی در این وجود نداره که عیسی علیه السلام متبع دین موسی علیه السلام بوده و خودش تشویق میکرده دیگران را که شما برین به کتاب تورات مراجعه بکنین ببینین که در کتاب تورات چی هست. حالا ادامه ای که در اینجا میایه که اون 10 فرمان چی هست، که کاش حتی امروز این یهودی‌ها و نصرانی‌ها به این 10 فرمان عمل میکردن. خب به هر صورت حالا جناب استاد این بحثی که ما گفتیم این موضوع را. بله. عیسی علیه السلام همان چیزی که بقیه انبیا علیهم السلام و به خصوص موسی علیه السلام و انبیای بعدش دعوت میکردن، مسئله با همان چیز دعوت میکرد. البته برخی از مسائلی هست که جناب استاد تاکید بیشتری عیسی علیه السلام داره بر اون موضوعات. بله. عیسی علیه السلام تاکید بیشتری داره. مثلا اگر ما خواسته باشیم ببینیم که عیسی علیه السلام به سوی انابت و توبه، مثل که در برنامه گذشته هم ما اشاره کردیم، حالا نمیخوام که دوباره از کتاب مقدس برایتون نشان بدم، فقط انجیل متی باب 4 آیه 17 به این مورد اشاره میکنه که عیسی علیه السلام دیگران رو به سوی توبه دعوت میکنه. ما در برنامه گذشته نشان دادیم. بله، حتی انجیل متی گفتیم باب 9 فقره 13 و انجیل مرقس باب 1 به سوی توبه اینها دعوت میکنن. بله. جناب استاد در برخی از موارد عیسی علیه السلام تأکید بیشتری داره. حالا همان چیزی که در تورات هست او رو تایید میکنه، ولی تأکید بیشتری بر روی این موضوع داره. مثلا در باب برخی از محرمات و برخی از محارمی که نباید انجام بشه عیسی علیه السلام تأکید بیشتر میکنه. به عنوان مثال اگر ما به انجیل متی جناب استاد مراجعه بکنیم، انجیل متی بله باب 5 آیه 27 و همچنین 33. انجیل متی باب 5. بله اینجا را اگر دوستان داشته باشن که من نشان بدم. باب 5 این بسیار مهمه در نزد نصرانی ها، به خصوص موعظه سرکو. خیلی مهمه. بله موعظه سرکو این باب 5 باب 5 انجیل متی هست. شما اینجا در آیه 27 جناب استاد یا در فقره 27 دقت کنید، میگه گفته شده است که زنا مکن. گفته شده است که زنا مکنه. در تورات در همان 10 فرمانی که در سفر خروج باب 20، در سفر تثنیه باب 5 آمده، در اونجا گفته شده که زنا مکن. ولی من میگویم که اگر حتی با نظر شهوت آلود به زنی نگاه کنی، همان لحظه در دل خود با او زنا کرده ای. اینجا رو دقت کنید. پس اگر چشمی که برایت اینقدر عزیز است باعث می شود گناه کنی، آن را از حدقه درآور و دور افکن. بهتر است بدنت ناقص باشد تا اینکه تمام وجودت به جهنم بیفتد. بعداً مسائل دیگه مطرح میکنه. حالا در اینجا جناب استاد اگر شما دقت کرده باشید، عیسی علیه السلام تأکید میکنه، یعنی موضوع زنا مکن، ولی تأکید بیشتر میکنه. تأکید بیشتر میکنه. یعنی همان چیز هست ولی تأکید بیشتر میکنه. شبیه این جناب استاد وقتی ما میبینیم در همین باب درباره محبت و درباره دوستی و عفو و گذشت صحبت میکنه، آیه 43 تا 44 در همین باب، یعنی در باب 5 از انجیل متی. میگه در اینجا آیه 43 میگه که شنیده اید که میگویند با دوستان خود دوست باش و با دشمنان دشمن، اما من میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و هر که شما را لعنت کند برای او دعای برکت کنید، با آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید. البته دقت کنید جناب استاد، از این آیات امروز نصرانی ها به نام دین محبت و نجات استفاده میکنن، ولی ما بعدا نشان میدیم که دین شمشیر هم هست. دین شمشیر هم هست که جزای کسانی که از دین میگردن، جزای کسانی که در برابر دین استاد میشن، باز اونجا باز بحثش جدا هست، نشان میدیم ان شاء الله بعداً. خب این تاکید بیشتر میشه جناب استاد، تاکید بیشتر میشه.
و همچنین جناب استاد اگر ما خواسته باشیم برخی از مسائل دیگر را ببینین، برخی از تشریعاتی که در دین عیسی علیه السلام در ادیان گذشته یا بگین در دین موسی علیه السلام در تورات بوده و انبیایی که بعد از موسی علیه السلام آمدن تاکید داشتن بر این موضوع، برخی از موضوعاتی هست که عیسی علیه السلام باز به صورت خصوص آنها را مطرح میکنه. مثلا در باب طلاق، در باب طلاق به صورت اطلاق، یعنی طلاق را منع میکنه عیسی علیه السلام. اگر شما اینجا داشته باشین جناب استاد درباره طلاق عیسی علیه السلام چی میگه، باز هم همان موعظه سر کوه هست، باب 5 اینجا می آیه 31 میگه گفته شده است که اگر کسی میخواهد از دست زنش خلاص شود، کافی است طلاق نامه بنویسد و به او بدهد. اما من میگویم هر که زن خود را بدون اینکه خیانتی از او دیده باشد طلاق دهد و آن زن دوباره شوهر کند، آن مرد مقصر است، زیرا باعث شده زنش زنا کند. و مردی که چرا زنا کند، اینجا را بعداً ما نشان میدیم که چرا این حرف را چون در انجیل لوقا میگه که هر زنی که طلاق بگیره، هر کسی با او ازدواج بکنه، ازدواج دوم بکنه، او زنا میکنه، زانی محسوب میشه. بله میگه که و مردی که نیز با این زن ازدواج کرده هست زناکار است. اینجا هم میگه در انجیل لوقا، در شریعت موسی و عیسی اینجوری بود. بله این عیسی علیه السلام بیشتر به این مورد تاکید داره. بله میگه درسته که در گذشته این حرف گفته شده بوده، ولی من باز این حرف میگم. این حرف میگم عیسی علیه السلام اضافه میگه نه تنها طلاق نامه بده، بلکه اگر این کار را انجام بده، گویا این که کسی که بعداً با او ازدواج میکنه زنا میکنه. کسی که بعداً با او ازدواج میکنه زنا میکنه و این مرد مرتکب گناه میشه. چرا؟ چون باعث میشه که زنش زنا بکنه. دقت کردین؟ بله. در انجیل لوقا باب 16 آیه 18 جناب استاد، باب 16 انجیل لوقا، اینجا ببینین که چی میگه. در انجیل لوقا باب 18 شبیه همین حرف جناب استاد، ولی با اندکی تاکید بیشتر. باب 16 خیلی معذرت میخوام، باب 16 آیه 18. این باب 16 است جناب استاد، انجیل لوقا باب 16 آیه 18. میین اینجا میگه هر کی زن خود را طلاق دهد و با دیگری ازدواج کند زنا میکند. بله. و هر مردی نیست که با زن طلاق شده ازدواج کند در واقع مرتکب زنا میشود. زن هم زانی محسوب میشه و مرد. بله هر دویشان زانی و زانی محسوب میشن. به این تاکید بیشتر یعنی در شریعت اینها وجود داره. این واقعا جناب استاد دین اسلام دین خیر و برکته که یعنی موضوع طلاق را به رسمیت میشناسه، نه جلوش را لجام گسیخته کرده که هر کس هر چی دلش میخواد، مثل که امروز نظام امروزی متاسفانه یا قوانین امروزی متاسفانه لجام گسیختگی را در میان مردان و زنان به وجود میاره که به اندکترین حرف طلاق و حرف جدایی به پیش میاد. و نه هم مثل دین مسیحیت که این گونه محکم کاری داشته باشه که حتی اگر طلاق گیری حالا خب به هر حال ضرورت پیش میایه، زن نمیتونه با این مرد زندگی بکنه، مرد نمیتونه با این زن زندگی بکنه، چیکار باید بکنه؟ راه حل باید داشته باشه. راه حل مسیحیت نداره، ولی اسلام عزیز راه حل به آن گذاشته و خیلی زیبا گذاشته. نه ظلم برای زن بشه، نه ظلم برای مرد بشه. آن گونه‌ای که قرآن گفته، نه آن گونه‌ای که امروز قوانین غربی متاسفانه لجام گسیختگی را در جدایی زنان و مردان به وجود آورده که متاسفانه در برخی از کشورهای اسلامی هم در حال رشد و نه آن گونه‌ای هم که کتاب مقدس حالا انجیل در مورد آن صحبت. پس جناب استاد معلوم گردید باز هم از خلال برخی از تشریعاتی که مخصوصا در ارتباط به طلاق شما اشاره کردین که عیسی علیه السلام با تشریع جدید نآمده بود، بلکه آمد که تشریع شریعت موسی علیه السلام را تایید کنه و بر اضافه این که در برخی موارد تأکید بیشتر تأکید بیشتر داره و در برخی از موارد بر برخی از موضوعات تعلیق میده، یعنی اضافگی میده، چون دین الله سبحانه و تعالی و این هم پیامبر از جانب الله متعال آمده که این دین رو تکمیل بکنه و آمده که متبع این دین باشه، نه آمده که منسوخ بکنه و از بین ببره. طبقی که خود عیسی علیه السلام در انجیل متی در باب 5 به صراحت میگه که من نیامدم که تورات یا نوشته های انبیای گذشته را منسوخ بکنم. واضحه. تشکر جناب استاد. باز هم به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. پس از این میان برنامه انشالله همراه با صحبت های شما عزیزان خواهیم بود. البته بعد پس از میان برنامه تعلیقات، سوالات و نظریات شما عزیزان را در ارتباط به موضوع مورد بحث خواهیم داشت. با ما باشید.
آمنت أنك عبده ورسوله، من ضمن أهل العزم نور الفرقد. ما كنت ابن الله جل جلاله، سبحانه لا والد لم يولد أبدا، ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد. عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي، بشرت يا روح الإله بأحمدي، صلى عليك الله في عليائه، يا ابن البتول خليل كل موحدي، صلى عليك الله في عليائه، يا ابن البتول خليل كل موحدي، صلى عليك الله، صلى عليك الله. قد أوجب المختار حبك شرعة فينا، وفي الإيمان لم نتردد، يا كلمة الله التي ألقى بها عند البتول وبالنبوة فاشهدي، آمنت أنك عبده ورسوله، من ضمن أهل العزم نور الفرقد، ما كنت ابن الله جل جلاله، سبحانه لا والد لم يولد، سبحانه لا والد لم يولد. عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي، بشرت يا روح الإله بأحمدي، صلى عليك الله، صلى عليك الله. أبدا ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد، أتباع عيسى رفعنا قدره، وبصدقه يدعو البرية سيدي، هيا بأحمد آمنوا فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجدي، عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين، في الذكر والإنجيل رغم الملحدين، فعلى البتول وابنها حلل الثناء، وسلامنا من متهم أو منجد، إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي، إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن
بعيسى في اعتقاد أرشدي صلى عليك الله صلى عليك الله. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. بشرت يا روح الإله بأحمدي صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي صلى عليك الله في خوب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم و از همین حالا شما عزیزان می توانید در ارتباط به موضوع مطرح شده که البته بخشی از تاریخ نصرانیت را بازگو کردیم و البته تاریخ نصرانیت همچنان در برنامه بعد انشالله ادامه خواهد داشت و شما میتونید در این ارتباط اگر سوال داشتین، اگر اظهار نظر داشتین با ما در میان بگذارین. خوب عزیزان گرامی، در ارتباط به تاریخچه نصرانیت یا تاریخ نصرانیت جناب استاد گرامی استاد عبدالرحمن فاتح در این برنامه چون تاریخ نصرانیت با ولادت حضرت عیسی علیه السلام آغاز میشه، بیشتر تمرکز داشتیم پیرامون ولادت حضرت عیسی علیه السلام، بعد از آن پیرامون دعوتشان و همچنین برخی از مسائل تشریعی نصرانیت را که گفتیم در اکثرا مؤید شریعت موسی علیه السلام است و در برخی موارد تأکید بیشتر داره و تعلیقات بر آن افزوده است. خب جناب استاد گفتن عیسی علیه السلام وقت تولد شدن از خوف حاکم یهودی که هیرودیس نام داشت، از خوف او رفتن به طرف مصر به خاطر اینکه منجمان و ستاره شناسان مجوسی حاکم یهود را اطلاع داده بودن که اگر کسی به دنیا میه که ملک و دولت تو را از بین میبره. بعد از آن یک انقطاع کلی صورت میگیره بعد از اینکه مریم علیه السلام طفلشان را عیسی علیه السلام را در بیت اللحم به دنیا میارن و از خوف حاکم وقت یهود پراینده میشن به مصر. بعد از این هیچ تاریخ و هیچ حکایتی از عیسی علیه السلام نداریم تا اینکه مرحله دعوت که بعد از فکر کنم سن 30 سالگی بود جناب استاد، درست است؟ آغاز میشه و بعدا به بحث دعوت پرداختیم تا اینکه عیسی علیه السلام به آسمان برده میشن و شبیه ایشان به صلیب کشیده میشن و همچنین گفتیم به برخی از تشریعات پرداختیم. حالا میریم به سراغ صحبت‌های شما عزیزان. اولین بیننده را میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم جناب استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه بیننده گرامی خود معرفی بکنین؟
خواهش میکنم. من عبدالغفور هستم، از ایران زنگ میزنم. بفرمایید برادر گرامی عبدالغفور. خواهش میکنم جناب استاد، میخواستم بگم که اول تشکر کرده باشم از شما و همه همکاران زحمتکشتون که اینقدر وقت میذارید و برنامه‌های توحیدیتون واقعا مفیده و برای ما خیلی راهگشا. و دوم اینکه حالا بحث می‌کنم که شاید خیلی مرتبط با موضوع برنامه نباشه، ولی از همه کسانی که در ایران صدای بنده رو میشنوند میخوام که به خاطر بعضی از آقا عبدالغفور گرامی میشه بین روی اصل موضوع، روی موضوع برنامه در ارتباط به صحبتایی که شد اگر تعلیقی داشته باشین؟ بله چشم. همین که مردم توی این انتخابات شرکت نکنن. آقا عبدالغفور گرامی از شما تشکر میکنم. متاسفانه آقای عبدالغفور صحبتشون از تشکر شروع کردن اما میخواستن مسیر برنامه را به انحراف بکشن. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطف پروردگار میشه خود معرفی کنیم بیننده گرامی؟ من سعید هستم از ولایت نیمروز افغانستان صحبت میکنم. گفتی یک سوال مهم خیلی میخوایم جواب اما الله که ما را سوال پیدا کرده حقیقتی بگو. به خیلی دنبال این سوالو فقط میخوام بگو که بالا دولت افغانستان جهاد روا هست یا نه؟ خود کفار می جنگه. تشکر آقا سعید گرامی. البته ما سلامت باشین. ما معذور هستیم چون گفتیم که دوستای گرامی، بیننده های گرامی در چارچوب موضوع برنامه صحبت بکنین و الا اگر قرار باشه که موضوع بحث آزاد بگذاریم سوالات زیاد مطرح میشه و اصل موضوع باقی میمونه. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. میشه خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین؟ وقت شما بخیر. وحید هستم از ایران. آقا وحید بفرمایید. من یه خواهش از شما دارم. بفرمایید. در مورد ظلمی که سعودی داره در یمن میکنه و وبا داره کل مردم یمن و اتباع من نمیدونم که سبحان الله برخی از بیننده های ما آیا برنامه را میبینن، یعنی اگر برنامه را میبینید که باید در ارتباط با موضوع برنامه صحبت بکنین و اگر اینکه دنبال اینه که مسیر برنامه را منحرف بکنین و برنامه را اخلال بکنین بحث دیگری است. تشکر میکنم از آقا وحید. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. آقا گرامی، آقا وحید گرامی بحث واضح بود دیگه. شما ما میگیم روی اصل موضوع بیاین، روی موضوع بحث بکنین، شما میرین بحث یمن و بحث نمیفهم چرا مطرح میکنین. این که منطق نیست. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. میشه خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین؟ بنده از خوزستان تماس میگیرم. حال شما خوبه؟ لطف پروردگار. اسم شما؟ بنده محمد هستم. محمد. بفرمایین برادر گرامی. اگر در ارتباط با موضوع برنامه گفتنی دارین در خدمت شما هستیم. در مورد موضوع برنامه میخوام صحبت کنم. خدا خیرتون بده از اینکه در مورد مبانی مسیحیت صحبت کنید. الان متاسفانه در ایران حجمه های زیادی این مسیحیت میکنن علیه مسلمانان و مبانی اسلام و مبانی قرآن را زیر سوال میبرند. شبکه های ماهواره‌ای گسترده شدن و دارن تبلیغ میکنن علیه اسلام. اون روز من داشتم نگاه میکردم یک بیننده با یک از شبکه های مسیحی تماس گرفت. رحمت خدا بر او باد. چنان اشکالی کرد، چنان ایرادی به آنها گرفت که نتونستن جواب بدن. برگشتش به اون کشتیشه گفتش که شما میگید که حضرت سلیمان به وسیله زنهاش در اواخر عمرش بتپرست شد. سندم داد گفت در کتاب اوائل آفرینش در کتاب مقدس شما مسیحی اومده که حضرت سلیمان در اواخر عمرش بتپرست شد. آخه سلیمانی که برای هدایت بشریت آمده، برای اینکه انسانها را از گمراهی نجات بده، میشه در آخر عمرش بتپرست بشه؟ بعد اون کشیش مسیحی نتونست بده. گفتم ما اعتقادمون اینه که نمیتونم انبیاء الهی اسمت ندارن. گفت آها من میتونم، شما دو حرف شما درست، انبیاء الهی اسمت ندارن، اما به من بگو بینم چطور خداوندگار عالم پیغمبری را میفرست به سمت بشریت
که بیاد بشریت و به سمت توحید و هدایت معرفی کنه، از طرف خودش منحرف بشه. پیغمبر خودش در تشکر آقا محمد گرامی از خوزستان. چون بیننده های زیاد پشت خط هستن من از شما معذرت میخوام. تشکر از شما. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فکر میکنم صدای گرم آقا محمد الهی است. درست است؟ زنده باشید، زنده باشید. بله بله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. از برنامه‌تون بی نهایت سپاسگزار و تشکر میکنم. میخواستم به استاد عزیز بگم این که الان فرمودن تو انجیل که حضرت عیسی، آیا این انجیل سخنان الله بود یا نبود؟ به هر حال مثل کتاب قرآن دیگه. اینی که مثلا میگم که الان استاد فرمودن که اگر کسی زنشو طلاق بده و بره با زن دیگری، مثلا اون زن بره شوهر کنه یا اون مرد زنش طلاق بده مثلا بره ازدواج کنه، زنا کرده، این آیا گفته فرموده الله بود یا این گفته خود حضرت عیسی بود؟ اگر گفته الله بود خب نمیشه ایراد گرفت. ولی اگر مثلا گفته حضرت عیسی باشه، چرا؟ در صورت که انجیل هم مانند قرآن کتاب آسمانیه. البته حالا استاد بهتر میدونن که انجیل الان فکر میکنم خیلی تحریف شده است. دست خورده و تحریف شده است. تماس جان گفتم انجیل کنونی البته دست خورده و تحریف شده است. بله همونه میگم. چون من اصلا تماس گرفته بودم مثلا با اون شبکه که چرا حضرت عیسی فرستاده خدا رو شما مثلا یا خدا میخوانید یا پسر خدا، در صورتی که خداوند در قرآن فرمود که حضرت عیسی خودش فرمودن که بعد از من پیامبری میاد به نام احمد. ولی اینا میگن نه اصلا تو انجیل نیست. حالا میخواستم مثلا کلا سوالم این بود از استاد، اگر این انجیل یعنی الان این آیه‌ای که استاد بزرگمون خوندن اگر فرموده الله باشه که خب نمیشه ایراد گرفت، چون گفته اللهه. حالا در اسلام اومده باز دستوال بازتر کرده، کاملتر کرده، مثلا آزاد گذاشته زن یا مرد رو به هر حال برای مشکلاتشون. تشکر. حالا میخواستم ببینم فرموده الله بود یا فرموده حضرت عیسی؟ درست است. انشالله در ارتباط استاد عبدالرحمن فاتح توضیحات ارائه میتن. تشکر جناب استاد گرامی. زنده باشید. ممنونم از شما. سلامت باشید. الله مدد. لا اله الا الله. خدا نگهدارتون. متشکرم از شما. متشکرم. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. الو سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. میشه خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین؟ من ناصرم از زایدان. آقا محسن؟ ناصر بفرمایید. میخواستم تشکر کنم از که میخواستم بگم برای من دانشگاه یک اثر رایشت از متوجه صحبتتان نشدم بیننده گرامی چون صدایتان قطع و وصل میشه. برادر من دانشگاه مقدار به مسیحیت گرایش کرده. خب میخواستم بگم این برنامه ها ما بتونیم مسائل بهتر بفهمیم. یه مقداری خدا الان در حال تغییر. خب برادر گرامی میشه دوباره تماس بگیرین چون من متوجه صحبتتان نشدم. فقط اینقدر فهمیدم که برادر شما دانشگاهی است و به مسیحیت گرایش پیدا کرده. میخواستم اگر بشه این برنامه‌های خوبتون ادامه بدید، تقویت کنید تا ما بتونیم یه چاره برای خودمون پیدا کنیم. درست. متوجه شدم. انشاءالله. تشکر میکنم از سلامت باشین برادر گرامی ناصر از شما. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشین بیننده گرامی. میشه خود معرفی بکنین؟ خواهش میکنم. من مصطفی هستم. آقا مصطفی بفرمایید. خواهش میکنم جناب استاد. خواستم بگم مسیحیتی که شما امروز داشتین نامه
خصوصا کلیساهای خانگی. متوجه نشدم بیننده گرامی. آقا مصطفی صدای شما قطع وصل میشه، بفرمایید. الان بهتر شد؟ بله، موقعیتون تغییر بدین. الان بهتر شد؟ بله. الان جاش تغییر دادم. بفرمایید. الان میرسه؟ بله بله، صدایتان رو میشنوم، بفرمایید. آره همین گفتم که کلیساهای خانگی بسیار متاسفانه فعال شده. این برنامه شما خیلی جلوگیری کرد از روند رشد این کلیساها. حتی الان من به گزارش رسیده که بعد از این کلیساها خراب شده. ولی خب میخواستم که تو زمینه‌های دیگه هم روشنگری کنید و توضیح بدین. تشکر. در رابطه با آتئیست ها اینا هم صحبت کنیم انشاءالله. آقا مصطفی گرامی متشکر از شما. متشکر. چون بیننده زیاد پشت خط هستن، میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. خب میریم سراغ بیننده بعدی، چون بیننده زیاد است مستقیما وقت تماس برقرار میشه بیننده گرامی صحبت کنیم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. میشه خود معرفی بکنین مستقیما وارد بحث بشین؟ بنده بهرام هستم از تهران. بفرمایید. قطع شد تماس ما با بیننده و البته 5 دقیقه بیشتر از وقت برنامه نمانده. من فکر کنم که اکتفا میکنم و از بیننده‌ای که پشت خط تا این لحظه منتظر ماندن ازشون معذرت میخوام، چون وقت برنامه اجازه نمیده و 5 الی 4 دقیقه باقی مانده برنامه را تخصیص میتیم به جناب استاد عبدالرحمن فاتح. استاد گرامی، البته صحبت‌های بیننده ها را شنیدین و سوال آقا محمد الهی را هم شنیدین که چه بله جناب استاد، حقیقتا آنچه که برادر عزیز ما، برادر بزرگوار ما فرمودن که آیا این قول پروردگار بوده یا نه، ما معتقد بر اینیم که الله متعال سبحانه و تعالی قرآن کریم را مهیمن علیه، قرآن کریم را به عنوان کتاب نگهبان و پاسدار بر کتب دیگه فرستاده. بله. آنچه که در کتاب قرآن کریم هست ما آن را از جانب الله متعال میدانیم. بله. و به این هم اعتقاد و باور داریم، چون نمیتونین که به صورت جزم و به صورت قطع بگین که کتاب مقدس امروزی کلش کتاب الله هست یا کلش کتاب الله نیست. ما به این معتقدیم که این منسوخ شده، ولی این که دقیقاً این حرف در موضوع طلاق این آیا تحریف شده یا واقعاً قول الله متعال سبحانه و تعالی در شریعت عیسی علیه السلام بوده، این والله نمیشه. آن چی که حالا در اینجا آمده، خب قول عیسی آمده، نیامده که الله این گونه گفت. عیسی نمیگه که الله این گونه گفت. حالا هم که قبول بکنیم که عیسی علیه السلام گفته باشه که الله این را گفت، یا بگین که عیسی چون از جانب الله بوده چیزی جز سخن الله نمیگفته، ما نمیتونیم به صورت قطع و یقین با این قطعه سندی که در میان اناجیل وجود داره قطعا ما بر این موضوع قضاوت بکنیم که این کلام الله بوده یا کلام عیسی علیه السلام بوده. متوجه شدین جناب استاد؟ بله. ما نمیتونیم به صورت قطعی بگیم، ولی به این معتقدیم که دین الله سبحانه و تعالی قرآن کریم کتابی است که به عنوان نگهبان کتب دیگه فرستاده شده. آنچه در قرآن هست ما اون را قبول داریم کتاب کلام الله هست. اگر در انجیل هم بود خیلی خوب، ولی اگر در تورات و انجیل هم بود خیلی خوب، ولی اگر در قرآن کریم خلاف او مشخص شد ما نمیتونیم به صورت قطعی یقین بگیم که این کلام الله هست یا نیست. یعنی حتی اگر شاید در شریعت اونها این چیز بوده باشه، ولی در بعد الله سبحانه و تعالی آن را در دین اسلام خلاف آن را یا به شکل دیگری آن را مطرح کرده. جناب استاد فرضاً، خب ما از بیننده معذرت میخوام چون بیننده زیاد پشت خط منتظر هستن، فرضاً اگر 100% ما مطمئن باشیم، متأکد باشیم که این حرفایی که شما از خلال انجیل بعض تشریعات بیان کردین این درست است و دست نخورده است و جعلی است، با آمدن قرآن که قرآن مهیمن است و قرآن ناسخ ادیان ما قبلی است، خود به خود منسوخ نمیشه؟ بله منسوخه، بدون شک منسوخه. ما خب معتقدیم که منسوخه. اما سوال برادر ما جناب آقای محمد این بود که آیا ما میتونیم بگیم این کلام الله هست یا نه؟ من گفتم که نمیتونیم به صورت قطع بگین که این کلام الله هست یا نیست. آنچه در قرآن آمده اگر موافق با کتاب مقدس بود میگین این کلام الله هست، ولی آنچه مخالف با قرآن بود ما نمیتونیم به صورت قطع یقین بگین که این کلام الله هست یا نیست.
تشکر از شما استاد گرامی. اما میشه که فقط در 2 دقیقه برادر گرامی مناصر که از زایدان صحبت کردن، این که برخی از الحمدلله بیننده دیگه هم این بشارت و این مژده را دادن که از وقتی که برنامه در برنامه بازسازی اندیشه ما بحث دینشناسی و بحث آشنایی با یهودیت و نصرانیت مطرح کردیم، رشد کلیساها کاهش یافته و روند انحراف فکری در میان جوانان کاهش یافته. اما با این وجود برادر گرامی ما از زایدان گفتن که برادرشان به عنوان نمونه یاد کردن که برخی از جوانای دانشگاهی دارن به منحرف میشن و به سوی مسیحیت متمایل هستن. جناب استاد حقیقتا چطور میتونیم جلوگیری کنیم؟ بله جناب استاد ببینید شما اولا این یک اصل مسلم الله متعال قاعده میگذاره که وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. هرگاه حق بیایه باطل از بین میره. اما این که به هر حال بعضی گرایش های هست، بعضی این گرایش ها جناب استاد برمیگرده به عدم سواد درست در مورد اسلام. من این رو با صراحت کامل میگم، کسی که قرآن کریم را بفهمه، به کتاب مقدس مراجعه بکنه، اصلا یعنی اون وقت خودش قدر دینش را میدانه، قدر اسلام را میدانه، نه اینکه منحرف نمیشه بلکه قدر اسلام را خواهد دانست، مطمئن‌تر میشه که واقعا کلام الله چی هست. حالا ما این حرفایی که مثلا جناب استاد از کتاب مقدس یا از اناجیل چهارگانه خوان، اصلا شما جای احساس کردین کلام الله باشه؟ والله عیسی چنین کرد، عیسی فلان کرد، فلان شاگردش کجا رفت، این خیلی مضحک است، خیلی خنده‌آور است. حرفا جناب استاد کلام الله سبحانه و تعالی در آن باقی نمانده، اگر هم باشه بسیار کم اندکه. خب جناب استاد شما ببینین برادر عزیز ما در مورد آتئیستا گفتن، اینها یک گروهی هستن. متوجه نشدم. بله آتئیستا اینا جناب استاد کسایی یعنی آتئیسم یک طرز تفکر الحادیه، اینها ملحدن یا کلمه انگلیسیه از کلمه یونانی گرفته شده که به نام خدا ناباوران معنا میده. ما ان شاء الله بعداً به اینها هم خواهیم پرداخت. این خدا ناباوران هم امروز در حال رشد هستند و در حال اوج گرفتن. خب رشدشون هم در میان افرادی است جناب استاد که سواد کمتر در ارتباط دینشون دارن. کاملا دقیقه جناب استاد. اگر همین برادر عزیز ما که از زاهدان تماس گرفتن اگر لطف بکنن یک قرآن درست، قرآن ترجمه شده یا تفسیر ترجمه شده بدن دست برادر خود که بخونه، با انصاف بخونه. چون بنده جناب استاد نه که به والله قسم جناب استاد این تعصب نیست، این رو از روی حق و حقیقت میگم. فرد مسلمانی قرآن کریم را بفهمه امکان نداره که مسیحی بشه، امکان نداره یهودی بشه، امکان نداره که آتئیست بشه، امکان نداره که به یک سمت سوی دیگه بره، مگر اینکه نفهمه. امکان نداره، مثل که جناب استاد امکان نداره که شطور از سوراخ سوزن بگذره. و والله قسم این رو جناب استاد از روی تعصب نمیگم. کسی درست اسلام رو بفهمه امکان نداره مسیحی بشه. عدم فهم و دانش برخی ها باعث بر این میشه که شکار بشن و شکارچی ها وجود داره در هر جا. وقتی که میدان خالی باشه مشخصه دیگه، ما نباید انتظار داشته باشیم که کسی نیای میدان پر نکنه. و حتی جناب استاد اگر اطلاعات دقیق و حسابی از خود کتاب مقدس داشته باشن میدونه که انسانی که عاقل باشه، انسانی که با خرد باشه. چون ما در یکی از برنامه‌ها چندین بیننده یکی از خواهرها گفت وقتی من این آیاتی که شما و این فقراتی که شما و این جملاتی که شما، عباراتی که شما از خلال کتاب مقدس یا اناجیل چهارگانه یا تورات بیان کردین، این را وقتی شنیدم یعنی من مطمئن شدم نه اینکه از دین انسان از دینش خدای نخواسته تزلزل پیدا کنه یا دچار ضعف در دین شوه، نه، دین من در دینم مطمئن‌تر و قوی‌تر و متأکدتر. بدون شک جناب استاد در این شک و تردیدی وجود نداره. میان حق و باطل خیلی تفاوت است. شما قرآن را بگذارین و کتاب مقدس امروزی را کنار هم بگذارین، اون وقت میفهمین جایگاه این دو را. تشکر جناب استاد گرامی، استاد فاتح. وقت برنامه به پایان رسید و حتی فکر کنم یکی دو دقیقه از وقت برنامه هم گذشت. از شما تشکر میکنم و همچنین از بیننده‌های عزیز و گرامی و از بیننده‌هایی که پشت خط تا حال منتظر هستن از اونها معذرت میخوام و انشاءالله بحث ما در ارتباط به تاریخ نصرانیت همچنان ادامه دارد. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان و سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.